what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. سلام بچه‌ها، الان داریم میریم به سوی مدرسمون. داریم میریم مدرسمون که امروز روز اول مدرسه است. راستش مدرسه‌مون من خب نمیشناسم، یعنی خب مثلا روز اول مدرسه‌م تغییر کرده و خب کامل نمیشناسم مدرسه‌مو. و حالا خوبی که داره دوستامو میشناسم، یعنی چند تا دوستایی که از مدرسه قبلی بودن با هم توی مدرسه اومدن، مثل دیانا، یگانه، یاسمن، بعد آنیتا هم با من توی این مدرسه هستش و خب اون که هشتمه، ولی قبلا با من بیاد، ولی خب دیگه نیومدش نشد. ولی خب این خوبی که داره من دوستامو میشناسم، ولی خب مدرسه رو نمیشناسم محیطشو و عدد زیاد رفتیم تو محیطش، ولی خب مدیر و معاون و دیگه ناظمی ها اصلا نمیشناسم. ولی امیدوارم که مهربون باشه، همشون معلمون خوب باشه و یه سال خیلی خوبی رو داشته باشیم. الان بریم دیگه مدرسه‌مون که حالا بعد ظهر هم براتون فیلم میگیرم که اومدم خونه، بعد دیگه توضیح میدم کیا اومدن، چیکارا کردیم، چه معلمای اومدن و اینا. پس بریم به سوی مدرسه. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. سلام. الان تازه مدرسه اومدن و اینم کیفمه. الان تازه بچه‌ها مدرسه اومدن و دوباره سلام کردن. ساعت الان 2 ساعت دارم. ساعت الان در 1:15. ما مدرسه‌مون ساعت 12:05 1:01 تعطیل میشه و من تا برای تو خونه بیام میشه ساعت 1 و تازه رسیدم و میرم سر کردم و گفتم خب سریع بیام براتون ویدیو رو بگیرم و ادامه ولاگ روز اول مدرسه داشته باشیم. لبم میبینید خیلی بیرنگه دیگه، موقع مدرسه ها نمیتونیم روش بزنیم. نه خب کجا بودید؟ بذار که نمید روز اول مدرسه بهتون توضیح بدم، بگم بهتون که چی شد، کیا رو دیدم، چطور بودش. آره خلاصه اینم کیفم که اصلا زیاد سنگین نیست کیفم، چون که کتاب‌ها رو بهمون امروز ندادن و گفتم به احتمال زیاد فردا که تعطیله، فردا یکشنبه 3 مهر یعنی دوشنبه بهمون کتاب میدن، به احتمال زیاد که ایشالله واقعا بدن. خیلی بزرگتر کتابو بدن، برم جلد کنم و سیمی کنم و دیگه اینا. و خدا رو شکر معلم‌ها بهمون امروز درس ندادن و خب چون کتابم نداشته اصلا نباید درس بدن. هم از آبم که انقدر امروز هوا گرم بود بیشتر آبمو خوردم. خب کیفم بزنم پایین، چراغم روشن کنم. الان بهتر شد. آره خب بذار الان در مورد روز اول مدرسه‌ام بهتون توضیح بدم. یکم اینو بیارم پایین. خیلی سر صدا میکنید شما. نه خیلی سر صدا میکنم، واقعا شرمنده. گفتم اینجا دارن ساختمون میسازن دیگه، خودتون میدونید دیگه. آره آشنایی کنم با محیط زندگی ما، آشنایی. اینجا خیلی خونه سازی دارم میکنم. اوکی، روز اول مدرسه‌مون خیلی خوب بود راستش و خب من اول مامانم میگفتش که 3 مهر بر مدرسه اصلا نیاز نیست که 1 مهر بدی. من خودم دوست داشتم که روز اول مدرسه برم چون مدرسه‌مو تعطیل نکردن 1 مهر و من رفتم. خدا رو شکر من با همه دوستام توی کلاس بودم. حتی اول ویدیوتون گفتم که خب کلاس بندیمون کردن چند روز پیش، یعنی 2-3 روز پیش برامون کلاس بندی کردم، هم من با دیانا هم با یاسمن هم با یگانه و آره خدا رو شکر. ها یک از دوستامون که دوست من و دیانا توی یک کلاس دیگه است، یک کلاس هفتم دیگه است. خب خوبیش اینه که فقط ما و دیانا هستم، این خیلی مهمه چون دوست صمیمیمه، خیلی دوست صمیمه، صمیمی‌ترین دوستمه. من خدا رو شکر با دیانا ما یگانه یاسمن هستم و خیلی این اتفاق خوشحالم کردم.
من که رفتم، من نفر دوم رسیدم، همون دوستی گفتم دوست مشترک من و دیاناه، اسمش هم بگم رومینا. اون زودتر از من رسید، تو کلاس ما نیست گفتم. اون زودتر از من رسید، بعد من رسیدم، بعد یگانه، بعدم دیانا، بعد یاسمن اومدن. آره بعد همون اومدیم و دیگه اصلا محیط اصلا آشنا بودیم، مدیر رو نمیشناختیم، معاون هیچ کیو نمیشناختیم. ولی یه چیز خوبی که بود، من یه کسی داشتم که میشناختمش، آنیتا. بله آنیتا از هشتم و خب تو هم مدرسه پارسالم بود تو هفتم و من که با محیطش آشنا کرد دیگه. البته خب حالا چیقه نشو ما دیده بودیم، ولی خب اینکه مثلا بریم مثلا تو کلاس اینا نرفته بودیم. ولی دیگه اسم مدیر و معاونینا رو معاون پرورش ناظم رو بهمون گفتش آنیتا. یکم با حرف زدیم و رفتیم صف بستیم و دیگه یه کوچولو ورزش صبحگاهی داشتیم، سورد ملی خوندیم. سورد ملی میگن؟ آره. و بعدش هم دیگه رفتیم سر کلاسمون. من دیانا و همون دوستامون کلاس اول هفتمیم، اسم کلاسمون پویش یکه. مثلا هفتما پویشن، هشتما کوششن، آره نهما هم دانشن اگه درست گفته باشم. پویش، کوشش، دانش. خیلی جالبیه. من دیانا و یاسمن یگانم پویش یکیم. آره اگه خیلی آروم حرف میزنم واقعا شرمنده، اصلا حال ندارم، جون ندارم بلند براتون حرف بزنم، خیلی خستم چون خیلی خواب چشم من خیلی خوابم میاد. دیشب ساعت 11 خوابیدم، صبح ساعت 6 پا شدم، انقدر که ذوق و شوق من سر داشتم. نمیدونم چرا مثلا من اصلا انقدر ذوق دارم، با اینکه میدونم چیز خاصی در انتظارم نیست دیگه. ساعت 6 پا شدم، لباسامو پوشیدم و دیگه آماده شدم، واسه گذاشتم تو کیفم و براتون بادگان گرفتم، رفتیم مدرسه. اول قرار بود با آنیتا، چون من آنیتا توی ساختمون توی مدرسه ایم و یه طبقه برامون فاصله داریم تو ساختمونمون، من طبقه دومیم، آنیتا طبقه سومه. قرار بود آنیتا با ما بیاد صبح رفتنی با ماشین بریم، ولی خب آنیتا با ما صبح نرفت، فقط برگشتنی با هم اومدیم که دیگه نشه براتون متاسفانه بلاگ بگیرم. ولی در کل خیلی خوش گذشتش. ما 3 تا زنگ داشتیم، معلمامون اومدن، معلم ریاضی و یادم رفت، معلم ریاضی و چقدر سر صدا میکنیم، معلم ریاضی و دینی و یکی اون اومد، معلم ریاضی و دینی، معلم دیگه هم امروز اومد یادم رفت اسمشو، معلم عربیمون، معلم دینیمون یا همون هدیه های آسمان، معلم ریاضیمون و معلم عربیم که هم معلم عربی و قرآنمونه اومدش. و دیگه آره معلمای نسبتا خوبی داریم، 2 تاشون مهربونن، 2 تا یکیشون مزخرفه، بی‌عصابه، با خودش درگیر مزمن داره. معلم عربیمون بعد درست حد زدیم کلا بی‌عصابه. آنیتا متاسفانه پارسال آنیتا همین معلمشون بود و میگفت واقعا بیماری روانی داره و خیلی بی‌عصابه. امیدوارم ما رو نگیره بزن اما سالم تا آخر سال بمونیم. همین دیگه. آب بخورم. بعدش همین اتفاق خاص دیگه امروز نیفتاد، ولی فردا که مدرسه نداریم، فردا وایسم تا پس فردا و دوباره مدرسه و دیگه آزادیمون تموم شده. نصیحت میگم بهتون، چیزی خاص دیگه ای ندارم بهتون بگم. همین روز نسبتا خوبی بود. آره امیدوارم که شما هم سال تحصیلی خیلی خوب رو داشته باشید. میتونم یکم الان خستم و بچه‌ها همین جوری الان یه جور مست و ملنگم درش اینه که خوابم میاد، تشنمه، گوشتمه، نهارم نخوردم و ساعت بعد 1:30 داره میشه و من خیلی خستم. به خاطر همین دیگه ویدیو رو تمام میکنم، یه کوچولو هی مکس میکنم به خاطر خستگیمه. و خب چند سال مدرسه بودیم؟ اگه از ساعت 7:30 من مدرسه 7 من رفتم مدرسه و خیلی زود رفتم، 7:30 زنگم خورد. اگه اصلا از ساعت 7 حساب کنید ساعت 12:30 7:30 تا 12:30 1 2 3 4 5 ساعت مدرسه بودم و خیلی خستم. پس ویدیو رو به پایان میرسونیم. مرسی که تا آخر ویدیو همراهم بودین. امیدوارم که همتون روزهای خوبه. یعنی الان که دارین ویدیو رو میبینید خب از روز اول من خیلی گذشته و دیر این ویدیو آپلود میشه مطمئنم، چون کم اتفاقاتی قراره پیش بیاد و این ویدیو دیر آپلود میشه. ولی
امیدوارم که همتون روز اول مهر خیلی خوب رو داشته باشید و بوده باشید و سال تحصیل خیلی خوب داشته باشید، تو درستون موفق باشید، معلمای فوق‌العاده مهربون و معلمایی که دوست دارین رو داشته باشید و همتون موفق باشید. عاشقتونم و یادتونه که این ویدیو حتما لایک کنید، برام کامنت بذارید، چنل سابسکرایب کنید، زنگوله کوچولو بغلش رو حتما بزنید. و آره من دیگه برم یه خستگی رو در کنم، برم یه کاری که دارم انجام بدم برای یه فرق خدا رو شکر تعطیل این پس بردم همین. و تا یک ویدیو دیگه با من، خدافظ.